سال 1993 جام باشگاهی اروپا یک قهرمان جدید داشت، مارسی از فرانسه. مارسی توی فینال تاریخی میلان قدرتمند رو شکست داد و در نهایت جام قهرمانی روی دستای دیدی دشان آروم گرفت. طبق معمول چند ماه بعد باید تو فینال سوپرکاپ اروپا با پارما که اون زمان قهرمان جام در جام اروپا شده بود بازی میکرد، بازی که هیچ وقت مارسی برگزار نکرد. فینال سوپرکاپ اون سال بین تیم‌های آسی میلان که نایب قهرمان جام قهرمانان شده بود با پارما انجام شد. اما دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که بعد از قهرمانی مارسی یه پرونده فساد اخلاقی بر علیشون باز شد. اونا متهم بودن که با یکی از تیم‌های لیگ یک فرانسه تبانی کردن تا مارسی قهرمانیش رو تو لیگ داخلی مسجل بکنه و با خیال راحت‌تر رو فینال اروپا تمرکز کنه. اما این فساد اخلاقی تبعات خیلی زیادی برای مارسی به همراه داشت. اول اینکه قهرمانی لیگ فرانسه رو ازش گرفتن، به دسته دوم سقوط کرد و از حضور تو سوپرکاپ اروپا هم محروم شد. به همین دلیله که فینال سوپرکاپ اروپا بین تیم میلان که نایب قهرمان شده بود و تیم پارما یعنی قهرمان جام در جام اروپا برگزار شد. البته یوفا جام قهرمانی باشگاهی اروپا رو ازش نگرفت چون که تبانی مربوط به بازی‌های داخلی میشد و به بازی‌های اروپایی ربطی نداشت. اگه از این سب فکت‌های فوتبالی خوشت میاد پیج منو فالو کن.